سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو. من مستر علی هستم و بچه‌ها امروز اومدیم قبل از که بگم من همیشه که بگم میگم قبل از اینکه حالا من اصلا کلا اینطوریه. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لطفا لایک، کامنت، اگر دلتون خواست کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. ممنون میشم، با این کار خیلی به من انرژی میدید. لت بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها امروز یه دست رنگ میخوایم بهش خودتون بریم و چیزایی که تو گیم اومده و کلا اصلا این مربوطه به این چیه ناراتو. خب بچه اولین چیزی که اومده بچه اگر ببینید شما عزیزان اگر سروریم بچه من سرور روپا هم من اصلا خیلی اکانت دارم، یه اکانتی دارم بچه اکانت اصلی من لول 59 که انشاءالله نه ببخشید انشاءالله ویدیوهای بعد بهتون میگم انشاءالله ببخشید ویدیوهای بعد نشونش بهتون میدم و خیلی ممنون میشه. خب بچه بریم سراغ ویدیو. بچه این من تو اون ویدیو قبلی بهتون گفتم که باید بیاید اون کدو ببینید کدی که میزنم که اگر نگرفتید اسکرین الان وقتش رو بگیرید. واقعا دیر نشده ولی خب بچه این ایونت ناراتو که بچه نمیدونم چی بچه اینا فکر کنم اسکرین مشتم، خدا این مثل اسکرین مشته واقعا بلش کنم. خب بچه شما میاد این قسمت جستجو برای هر مپ که میخواید بزنید. خب کار نداریم بچه اینه لطفا اینو بگیرید، اسکرین ازش بگیرید که یادداشت کنید که بزنید و بازی کنید اون جایزه رو بگیرید. خب بچه من توضیح کاملش الان بهتون میدم. خب بچه اینو نمیدونم، این برای همه وای نمیخواد دیگه دانلودش کنید. بچه استارت که شد سریع میره بازی. بچه این ببینید شما کلا باید 50 دفعه بازی کنید. خب بچه ببینید این 14 ثانیه دیدید اگه صفر شه شما تا هر وقت که دوست داشتید اینو بازی کنید. بچه هر وقت دوست داشتید نه برای کار بعضی نمیاد اصلا بی خودیه، فقط برای اینه که شما اون جایزه خوب دریافت کنید. بچه الان ببینید من سرور اروپام چند روزه از که یه ماه نیومده صدام واقعا دانلود نیست غیر از این اسنایپر. خب بچه میریم قسمت ایونت ناراتو جایزه هاش که دوام میگیرم من. خب گوشش خب بچه دیدید بچه پر نکرد گیرده بسید